حوزه روابط بین الملل، حقوق بین الملل و رعایت اصل حاکمیت ملی کشورها، اساساً اون چیزی که آقای ترامپ الان در واقع پیگیرش هست در حوزه روابط بین الملل، حقوق بین الملل و رعایت اصل حاکمیت ملی کشورها سازگار نیست. یعنی تسلیم. هیچ کشوری آمادگی نداره برای اینکه بخواد تسلیم زورگویی و اشغال و هژمونی کشور دیگری بشه. ضمن که این دوران هم گذشته. البته یک واقعیت تلخ رو هم داره نشون میده مقاومت ایران و اون اینکه ایالات متحده نه به عنوان یک نیروی تراز اول بلکه به عنوان یک نیروی هژمون همواره مترصد این اهداف بوده، ولی با پوشش و رعایت به اصطلاح هنجارهای بین‌المللی. خوشبختانه ترامپ فاقد رعایت این هنجارها هست. به خاطر این فرمایشات اخیر رهبری ایران آیت الله مجتبی خامنه‌ای بود که ایشون صریحاً عنوان کردن: یک، ما آتش بس یک طرفه رو قبول نداریم. دو، شرایط جنگی است. سه، در شرایطی که ما جنگ رو دنبال میکنیم قطعاً مطالبات خودمون رو هم مطرح میکنیم که این مطالبات میتونه در شکل مذاکره انجام بشه. ما مطالباتمون رو و انتظاراتمون رو مطرح کردیم و این مطالبات و انتظارات با سلطه طلبی آمریکا و به اصطلاح گردن کلفتی آمریکا ناسازگار، برای همین رد کرده. مذاکره از نظر اونها مذاکراتی است که یک طرفش پلیس آمریکاست و طرف دیگرش گردن آقای جورج فلوید که زیر زانوی اون پلیسه. ما اصلا این چنین معادلی رو قبول نداریم. ما یک کشور قدرتمند هستیم و حوزه منافع امنیت ملی خودمون رو قویاً روش ایستادیم و الان هم مترصد دریافت هم غرامت هستیم، هم قبول مسئولیت حمله به ایران رو در این مذاکرات احتمالی دنبال میکنیم که اتفاقا میفته. یعنی وقتی پیروزی رو ما تثبیت کردیم، طرف مقابل بایستی تمکین کنه به آنچه که مرتکب شده، یعنی حمله به ایران، خساراتی که به ما زده و اینکه میبایستی از مسیری که تا الان دنبال کرده بگذره. اگر اختلاف نظری باشه، منظور باید مقاماتی باشن که اصطلاحاً بهشون میگن تسلیم طلب. اگر میشناسن این مقامات رو به ما معرفی کنن، قطعاً هم مجلس و هم دولت و هم در واقع مردم با اون مقام و مقامات برخورد خواهند کرد. ولی چنین مقامی رو من بعید میدونم وجود داشته باشه، یا در ساختار که نیست، مگر بیرون از ساختار کسانی باشن که به دنبال تسلیم ایران به مطالبات آمریکا باشه. پیروز این میدان مشخصه. کسی که بر تنگه هرمز مسلطه، اگه لازم باشه باب المندب رو هم میتونن روش تاثیر بذارن و کسانی که هر شب میان در خیابونها و میادین ایران در سراسر کشور تجمع میکنن و خواستار مقاومت و برخورد با آمریکا میشن. حالا در طرف مقابل امروز شما میبینید که دولت آقای ترامپ در کنگره وقتی وارد میشه، چه گفتمانی بین مقامات داخل دولت با مقامات کنگره رد و بدل میشه، جسارت و اهانت هایی که میشه و اینکه این دولت فاقد دستاورد بوده و امروز باعث پاسخ بده و اینکه ارتش رو دولت متهم میکنه به دروغگویی و یا مقامات کنگره رو به بی‌شرافتی. باید ببینیم آیا این صحنه در ایران یا در امریکا. کشتی‌هایی هم که دارن در چند هزار مایل دورتر از تنگه هرمز، اون هم شاید یکی دو تا کشتی رو بگیرن. ما تا الان بیش از 10 کشتی نفتکشمون به مقصد خودشون رفتن و الان هم چینی ها هم دارن مواضع خیلی شفافتر و روشنتری علیه دزدی دریایی آمریکا میگیرن. حالا یه نکته هم هست، آقای ترامپ ادعا میکنه که بله ما داریم دزدی دریایی میکنیم، درآمدش هم خوبه،
بنابراین اگر ما با دزدان دریایی طرفیم و اونا رو میخوایم مورد استناد قرار بدیم، یه بحث جداگانه است. ما امروز یک دولت هستیم، یک ملت هستیم با یه هویت روشن و با یک تریتوری و جغرافیایی که تحت کنترلمون هست. بنابراین پیروز معلومه که ملت‌ها خواهند بود و نه دزدا. آقای ترامپ میتونه وارد جنگ بشه قبل از سفر به پکن که خب اون موقع به نظر من دیگه سفری شاید در پی نباشه و ایشون سفر دیگه‌ای رو باید در پیش بگیره و اگر هم نه، بنابراین باید خودش با آقای شی جین پینگ به این نقطه‌ای برسن که آیا میخوان قانون جنگل رو ادامه بدن که آقای شی عنوان میکنه، چون چین امروز در واقع ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل رو به عهده گرفت. در این شرایط چینی که مواضعش رو صریحاً هم اخیراً اعلام کرده و اون صیانت و دفاع از نظام حقوقی بین‌الملل، نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل هست. من فکر می‌کنم آقای ترامپ اساساً مشکلش اینه که الان نیروهاش نمیتونه برگردونه به ایالات متحده. مشکلش در اینه چون فاقد دستاورده. بنابراین باعثی بتونه با سفر به پکن یه راه مفری پیدا کنه که شاید مثلا چین در واقع اینجا میانداری کنه، ایشون رو با یه وجاهتی بتونه مثلا بگه راضی کردم برگرده به ایالات متحده، زمین که حالا بالاخره دو تا ناو دریایی هم که آورده همه الان مشکل فنی پیدا کردن و توش شورش و مشکلاتی گزارش میشه. لذا من از این زاویه فکر میکنم که آقای ترامپ هر چه زودتر بره پکن بهتره، زیاد طول نده، چون دنبال یک فرصت 15 روزه است، ولی این 15 روزه هم حیفه. یا برگرده به ایالات متحده یا سریعتر بره پکن ببینه اوضاع از چه قرار میشه. Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.